قبل از سر قدرت آمدن طالبان در افغانستان، مینا اکبری آینده درخشانی در پیش داشت. این خانم 22 ساله در شبکه تلویزیونی شمشاد کابل و رادیوی ولایت شرقی ننگرهار مشکل زنان و رسانه‌های خبری را پیگیری می‌کرد. ولی 9 ماه پیش اکبری به مانند ده‌ها خبرنگار دیگر از افغانستان به پاکستان هجرت نمود. هجرت به حیاتم تأثیری بد داشت. حالا بیکارم و در پاکستان آینده ندارم. در ماه اوگوست سال 2021 زمان سر قدرت آمدن طالبان، اکبری کار را بس کرده از خانه بیرون نمیشد، ولی تهدید طالبان کاهش نیافت. من در مصاحبه ها با رسانه های بین المللی و کنفرانس های داخل افغانستان اشتراک می کردم. همچنان برای عدالت نسبت خبرنگاران و زنان فعال بودم. این بود که طالبان به من با واسطه تلفن بارها تهدید کردند. ماه نوامبر سازمان ملل متحد ابراز داشت که از زمان سر قدرت آمدن طالبان در افغانستان کمش 200 حادثه تهدید و خشونت در نسبت خبرنگاران را ثبت کرده است. حامیان حقوق خبرنگاران میگویند در دوره حکمرانی طالبان نزدیک به 60% روزنامه‌نگاران و به ویژه زنان شغل و درآمدشان را از دست داده است. من همچون پناهنده افغانستانی از مشکل‌های زیاد در پاکستان اذیت می‌کشم. چندی پیش آزرده حال شده بودم، ولی با یاری دوا و طبیبان کمی حالم بهتر شد. بیکاری و ترک اجباری مکان زیست روزنامه‌نگاران افغانستانی را در وضع ناگوار قرار داده است. روزنامه‌نگاران افغانستانی افرادی دلشکسته نیستند و کار برای آنها معنی هدف و تمرکز را دارد. وقتی آنها یک بار کار را از دست داده به ترک وطن مجبور شدند، با ضربه روانی مواجه شدند. بسیاری از روزنامه‌نگاران افغانستانی به بهبود احوالشان در پاکستان باور نداشته می‌خواهند به اروپا و یا امریکا انتقال یابند.